سوشی، باغ‌های گیلاس و سرزمین آفتاب. اینها موضوع برنامه امروز رادیو چمدونه. با ما همراه باشید. باید کاملا برهنه نمی‌شدیم. هیچ علاقه نداشتم که تنهایی سفر بکنم. ترس از سفر تنهایی داشتید؟ تنهایی. شما اگر بدنتون تتو داشته باشه اجازه وارد شدن به این چشم‌ها رو ندید. مجدد میگفت باورتون نمیشه، من همیشه فکر می‌کردم که مونتنگرو یه نویسنده است. من یک بار ریسک کردم. یک بار شما یک پرش بلندی برمی‌دارید و این ترساتون رو می‌ذارید کنار رو میرید. چقدر براتون پیش اومد که بهشون پیام بدید و یادشون بیفته؟ هیچ. کلامم تو کجا بود؟ سلام، آرش عراقی هستم. متولد 1361، علاقه‌مند به حوزه گردشگری و سفر و در حین سفر به صورت تفننی و تفریحی عکاسی میکنم. علاقه‌مند هستم که تجربیات خودم رو در قالب عکس به مخاطبان نشون بدم. ژاپن یک کشور جزیره‌ای در آسیای شرقیه که در شمال غربی اقیانوس آرام قرار داره. ژاپنی‌ها به کشور خودشون میگن نیپون کوکو که به معنای خاستگاه خورشیده. بر اساس مطالعات باستانشناسی، پیشینه سکونت انسان در این کشور به دوران پارینه سنگی پسین میرسه. در این برنامه به میزبانی بهار قربانپور با آرش نراقی به ژاپن، خاستگاه خورشید، سفر خواهیم کرد. درود بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیو چمدون. خب بریم سراغ اولین پرسش که خیلی هم مهمه. چند سالی که سفر رو آغاز کردیم؟ من حدوداً به صورت حرفه‌ای سفرهایی که کردم سال 97 از نوروز 97 سفرهامو شروع کردم. چقدر فکر میکنید عکسایی که گرفتید مشوق این بوده بقیه همون تصاویر رو دیدن به همون سفر تشویق بشن یا دوست داشته باشن برن اونجایی که شما دیدین رو ببینند؟ راستش از بازخوردهایی که توی پستایی که در صفحه اینستاگرامم میذارم، هر کسی نوع سفرهایی که من میرم، جاهایی که میرم مخاطبای خاص خودشو داره. مثلا من سفرهایی که به کشورهای آفریقایی رفتم مخاطبای خودشو داشت، سفرهایی که به کشورهای آسیا شرقی رفتم همینطور، و انواع اقسام سفرهای داخلی و خارجی که رفته بودم. هر کسی بر اساس سلیقه خودش، علاقه خودش به اون منطقه‌ای که من رفتم علاقه من بودن که سفری که من رفتم تجربه بکنم. آیا توی این سفرهاتون، حالا میخوام اینو بپرسم که سفر تنهایی هم داشته یا بیشتر سفرهاتون با گروه بوده؟ اکثر سفرام با گروه بوده، ولی این که سفر تنهایی بخوام برم و کسی همراه هم نباشه، از همون سال 97 من تقریبا سفرامو شروع کردم. من قبل از اون هیچ علاقه نداشتم که تنهایی سفر بکنم. دوست داشتم همیشه اکثرا دوستایی که باشون صمیمی هستن همراه هم باشن. هیچ دیدی از اینکه تنها بخوام یه مقصدی شروع بکنم حرکت کردن و اون مسیری رو ببینن، کشوری رو ببینن، شهری ببینم علاقه نداشتم و حتی ترس داشتم از این قضیه.
و یک ترس از سفر تنهایی داشتی؟ سفر تنهایی که دوست داشتم همیشه دوستای صمیمی کنارم باشن، حالا خانواده باشه، دوستان باشن، رفیقایی که اکثرا باشون سفرهای گروهی میرفتن همراه هم باشن. ولی استارت این قضیه تقریبا از نوروز 97 شروع شد که یک بار تصمیم گرفتم که تنهایی سفر کنم و یه نزدیکای عید 97 و آخر سال 96 بود که یه SMS تبلیغاتی برام اومده بود از یک آژانسی به کشور تبلیغ کرده برای سفر نوروزی به کشور مونتنگرو. مثلا مونتنگرو نمی‌دونستم کجا هسته، کجای اروپا هستش، هیچ دیدی ازش نداشتم و یک بار ریسک کردم، تنهایی بلیطو گرفتم، با هم آژانس صحبت کردم و سفرمو شروع کردم. ببین چی جالبه، شما ترس از سفر تنهایی دارید. یعنی من میخوام شخصیت آقای آرش نرادی رو حالا میخوام برگردیم به اون زمان، میخوام برگردیم به سال 96، میخوام شخصیت آقای آرش نرادی رو پیش برم. شخصی هستش که سفر تنهایی انجام نداده. اگر سفر بوده سفر با گروه بوده یا با خانواده و توی ذهنش همینه که من دوست ندارم سفر تنهایی برم، دوست دارم سفرم با خانواده باشه، با حالا دوستان باشه. اون ترسه هم وجود داره و یک پیامکی دریافت میکنه که توی اون نوشته شده سفر به مونتنگرو. حالا من اینجا هم یه شوخی رو باز بکنم. یکی از دوستان یک بار داشتیم در مورد همین مونتنگرو صحبت میکردیم، میگفت باورتون نمیشه من همیشه فکر میکردم که مونتنگرو یه نویسنده است. مونتسکیو یکی از اندیشمندان سیاسی فرانسه در عصر روشنگری بود که در سال 1689 در بوردو به دنیا اومد. همه خاندانش جزو اشراف بودن و البته حقوقدان. اونم حقوق خوند و در سال 1708 دادستان شد و در سال 1713 بعد از مرگ پدرش رایزن حقوقی مجلس شد. و اما مونتنگرو یکی از کشورهای کوچیک تازه استقلال یافته از یوگسلاوی سابقه که در حوزه بالکان قرار داره. یعنی یکی از کشورهای کرانه دریای آدریاتیک. این کشور که مقصد رویایی بسیاری از گردشگرانه، همسایه کشورهایی مثل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کوزوو و کرواسیه. و حالا شما یه پیامی دریافت میکنید سفر به مونتنگرو. میدونید یک خود عبور میکنید از اون ترساتون و این پرش شما خیلی بلنده. شاید اگر هر کسی دیگه جای آرش نراقی باشه که توی اون بر هست و میترسه و نمیخواد سفر تنهایی داشته باشه، یک خود بخواد بره به سمت حالا یه سفر کوتاه‌تر، سفر داخلی. صرف این شخص رو ما داریم نگاه میکنیم که میترسه سفر تنهایی انجام نداده و شما از سفرهای داخلی شروع نکردید یا حتی سفرهایی که بیشتر اسمش به ذهن ما آشناست یا بیشتر نام اونها رو شنیدیم، مثل سفر ترکیه، آنتالیا، دبی، چه میدونم پوکت، اینها رو زیاد شنیدیم. از اون به بعد دیگه اون تابوی تنها سفر کردن شکسته شد. و سفرها رو دیگه آغاز کردیم، دیگه راحت تر چمدون رو می‌بستید و راهی سفر می‌شدید. خب بعد از اون هم خب شما رفتید، می‌تونید چند کشوری که حالا سفر کرده کشورهای آسیایی رو بگید به چه کشورهایی رفتید؟ به ترتیب توضیحتون کنم که من بعد از اون سفر در تابستان 97 به کشور کنیا رفتم. خیلی سفر جذابی بود برای من که علاقه به عکاسی داشتم، عکسای خیلی خوبی تونستم حیات وحشیش بگیرم.
حالا شما که به دوستانتون وابسته هستید و بودید، چقدر براتون پیش اومد که بهشون پیام بدید و یادشون بیفتید؟ هیچ. یعنی کاملا خوشحال بودم دیگه تنها سفر رفتم. کاملا دوستان جدید یا خاطره هایی که داشت توی در واقع سفرتون براتون اتفاق میافتاد جایگزین تمام اون دوستان و وابستگی هایی شد که در ایران داشتید. این سفری که آدم با دوستا خانواده‌اش میره یه سری آپشنایی داره که آدم با دوستاش هستش، خوش میگذره، با هم دیگه هستن، خاطرات خوبی در هم دیگه میسازن. و این سفری که آدم تنها میره یه مزیتی داره که زمان سفر مال خودتون هستش. شما هر جوری که دلتون بخواد میتونید برای سفر تصمیم بگیرید. خب شما راجع به همه اینها گفتین و اگر موافق باشین بریم دیگه سراغ سرزمین آفتاب، چیزی که ابتدای برنامه هم من بهش اشاره کردم. بریم و ببینیم که چی شد که سفر ژاپن برای شما رقم خورد و خاطرهاتون رو از این سرزمین بشنویم. همراه باشید با ما. میخوایم ببینیم که ژاپن، سرزمین سوشی، باغ‌های گیلاس و سرزمین آفتاب چه شکلیه، چه رنگیه، چه طعمی داره. ژاپن از شمال با روسیه و از غرب با دریای ژاپن، چین، کره شمالی و کره جنوبی مرز آبی داره. بعد از جنگ جهانی دوم این کشور تمامی متصرفات فراساحلی خودش از جمله کره رو که در اون زمان 4.5% از خاک ژاپن رو تشکیل میداد از دست داد. ژاپن یه سرزمین کوهستانیه که بیشتر جزایرش آتشفشانی و زلزله خیزه. آمارها نشون میدن که سالانه حدود 1500 زمین لرزه در این کشور رخ میده. ژاپن یک کشور پادشاهی مشروطه است که بر پایه قانون اساسی اداره میشه و 11مین کشور پرجمعیت جهان به شمار میاد. توکیو، پایتخت ژاپن، با بیش از 38 میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهانه. ژاپن یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهانم هست و 4مین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی به حساب میاد. در جنگ جهانی اول ژاپن در کنار متفقین می‌جنگید، اما در جنگ جهانی دوم به اونا اعلان جنگ داد. بعد از اشغالش توسط آمریکا، ژاپن با اجرای برنامه‌های پیگیر صنعتی رشد اقتصادی چشمگیری رو تجربه کرد و به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. امروزه این کشور از مهمترین متحدان و شرکای تجاری آمریکا در آسیا به حساب میاد. یه دوست خیلی صمیمی دارم که اجرای سفرهای یک گروهی انجام میده، راهنمای گردشگری خیلی خوبی هستش و در پاییز 401 یه سفری به ژاپن و کره داشت برای دیدن مناطق واسه اینکه کشف کنه اونجا رو، بتونه یه برنامه سفری خوب در اونجا برنامه‌ریزی بکنه و تقریبا 1-2 ماه در این دو تا کشور حضور داشت و بعد از اون برنامه سفر ژاپن رو واسه اولین بار می‌خواست که خودش اجرا بکنه و گروهش رو تشکیل داد. من و چند تا دوستای دیگه که تو سفرهای قبلی با هم دیگه آشنا شده بودیم هم تو این گروه بودیم. سفر فشرده‌ای بود ولی مفید بودش. سفرهایی که تقریبا به این صورت میریم وقت استراحت خیلی کم داریم، یعنی صبح زود خیلی زود بلند میشیم، صبح طلوع آفتاب باید ببینیم حتما، یعنی به این صبح زود باید بیدار بشیم، طلوع آفتاب ببینیم. از تمام زمانی که توی سفر داریم استفاده میکنیم و فقط لحظه خواب و لحظه استراحت برمیگردیم اقامتگاه یا هتلی که داریم. چقدر این واژه آفتاب یا سرزمین آفتاب در مورد ژاپن مصداق داره؟ چون همه جا میگن که ژاپن سرزمین آفتابه. میخوام ببینم که واقعا این رو به عینه شما اونجا لمس کردین؟ در بعضی از شهرش بله. یعنی در همه جای ژاپن نیست؟ نه، اون زمانی که ما رفتیم چون اواسط بهار بودش، بارون زیاد میومد، هوا ابری بود. بعضی از شهرها که رفته بودیم، من خصوصا
اون منطقه که خواستیم بریم ویو کوه فوجی رو بتونیم ببینیم. شانس ما بودش هوا بارونی بود، ابری بودش و نتونستیم اینو ببینیم. خب اون لحظه ورودتون به ژاپن همراه با گروه، حالا بگیم که فرودگاه شما اومدید و دیگه مقابلم اینجا دیگه ژاپنه، چه چیزی براتون خیلی جذاب بوده؟ بعد به ورودمون به فرودگاه توکیو که رسیدیم، اولین چیزی که برامون خیلی جذاب بود، خیلی جالب بوده و هم چیزی که تا حالا ندیده بودم، وارد سرویس‌های بهداشتی ژاپن شدیم و تمام اتوماتیک بود. من هم چیزی تا حالا ندیده بودم، همه چی با دکمه، با کامپیوتر، با دستگاه کننده، هیچ چیزی منوال نبودش. از روشویاش بگیرین، از قسمت دیگه‌اش بگیرین، خیلی خیلی چیز عجیبی بودش. و بعد از اون در داخل شهر توکیو در هیچ مکانی حتی فضای باز سیگار کشیدن ممنوع هستش، حتی فضای باز. یعنی اصلا تو خیابون کسی سیگار نمی‌کشه. بود که کسی یواشکی کنار دیوار یواشکی داشت سیگار می‌کشید، خیلی خیلی کم، ولی بله کلا ممنوع هست در تمام اماکن عمومی ژاپن، حتی در فضای باز سیگار ممنوع هستش. یک سری اتاق‌های خیلی خاصی در گوشه شهر گذاشتن، حالا دار معابر گذاشتن که اونجا میتونن که کسایی که سیگاری هستن یا سیگار بکشن. و به نظرتون این خوبه یا نه خیلی محدود کننده است؟ نه خوب هستش، به نظر من خوب هستش، چون که اینکه فضای شهر یه جوری باشه که دست نفر سیگار ببینین حرکت بکنه بره بیاد، حتی ممکنه اون سیگارشو زمین نندازه ولی هم که خاکستر رو زمین میریزه، اون دودی که ممکن شما بغل نفر حرکت بکنین و استشمام میکنین بوی سیگارها، ممکن برای کسی خوشایند نباشه. چیز بعدی که برای من خیلی جالب بود، توی شهر توکیو من سطل آشغال نمیدیدم، هیچ سطل زباله‌ای نبودش، چون آشغالی زمین ریخته نمیشه. آشغالی زمین ریخته نمیشه و مردم اگه زباله داشتن باید تو کیف خودشون که فرض تحصیلی خودشون می‌ذاشتن، بعداً میرفتن خونه بعد اونو توی خونه خودشون خالی می‌کردن. یعنی فضای شهری سطح آشغال زباله‌ای وجود نداشت. وقتی خودم الان دارم تصور میکنم توی شهری قدم بزنی که سطل زباله نمیبینی، قطعاً خیلی از تصاویر و میشه گفت اون مؤلفه های آزاردهنده رو هم کنارش نخواهی داشت، مثل بوی بد، مثل دیدن حیوانات موذی، مثل دیدن حتی گربه هایی که اومدن و این آشغال ها رو پاره کردن. چقدر برای من به شخصه حتما یه سفری رو جور بکنیم که بریم سفر ژاپن. یه پروسشی الان اینجا برای من ایجاد شد. خب شما سفرتون رو از توکیو پس آغاز کردید و همون روز رو کلا در توکیو، چند روز در توکیو بودیم؟ دو شب ما در توکیو بودیم. خب چند تا از ویو پوینت های معروف توکیو رو بازدید کردیم. خب آیا توکیو کاملا یک شهر صنعتی و مدرنه یا نه میشه توش جاهایی که سنتی باشه یا حالا یک سری از معبدها و آرامگاه‌ها و اینها رو هم بناهای تاریخی اونجا دیده میشه؟ قطعا بناهای تاریخی داره، معابدی که معروف باشن در آنجا هستش، ولی بخوایم حالا درصدی حساب بکنیم 90% این شهر صنعتی هستش و مردم به صورت ماشینوار دارن کار میکنن تو اون شهر. صفتی که به کار بردین ماشینواره. بله. به نظرتون خوشاینده؟ یعنی اون حس و حال انسانی رو ببین وقتی کلمه ماشین میگیم حس و حال انسانی اصلا توش وجود نداره. نه یعنی قشنگ مردمشون 8 صبح یا 7 صبح میرن سر کار و 4 بعد از ظهر میان بیرون، مثل ماها که بعضی از شرکت‌ها هستن که اضافه کار وای میتونن تا 6 هفته شب وای میتونن کارشون انجام میدن. نه اینا اعتقاد بر این دارن که کار مفید رو در همون بازه زمانی کاری انجام میدیم و بقیه‌اش تایم زندگی خودمون هستش. خب اصلا نمیشه مؤلف ماشینی باشه، انسانی هم توش هست، چون دیگه تا ساعت 4 کار میکنن، 4 به زندگی میرسن. اینجا من فکر میکنم که بیشتر شدیم ماشینی که تا 8 شب 9 شب بعضی وقتا تا 10 شب میمونی سر کار و واقعا زندگی نمیکنی. خب زندگی ما منعطف‌تر هست زندگی اونها رجوع به این صورت هستش که کاملا بعد از اون زندگیشون ماشینوار هستش، زندگیشون مثل نظم در زندگی خیلی خیلی زیاده. پس میتونیم بگیم نظم وجود داره. نظم بیشتر از حد نداره. نظمی که حتی نسل جدیدی که تو ژاپن هستن به این قضیه معترض هستن. نظمی که بیشتر از حد بهشون استرس وارد میکنه. میتونید مثال بزنید؟
بله، من مثلا در یکی از هتل‌هایی که صبحونه می‌خوردیم در سرویسش، اون آشپزی که داشت غذا رو درست می‌کرد، ما که داشتیم غذا برای خودمون می‌کشیدیم، این قاشقی که باش غذا رو می‌کشیدیم من به جایی که تو خود ظرف خودش بذارم داخل خود ظرف غذا گذاشتم. یعنی اون ظرفی که غذا توش سرو شده بود. خب اینی که من داخل جای اصلیش نداشتم قاشقو، آشپزی که از اون ته داشتیم من رو نگاه میکرد به صورت خیلی عصبانی و تذکر کنم و اومد کار خودش رو ول کرد، اومد جلو و تحقیق که حتما این قاشق باید سر جای خودش قرار بگیره. یعنی این چیزی که من کاش داشتم، کاری که من انجام دادم از اون دور دید و بسیار برش باورپذیر نبود و اومد تذکر داد. حتما حالا مثلا قاشق اینجا بمونه تا اینجا بمونه، هیچ اتفاقی واقعا نمیفته. اگه تو ایران اینجا بود یا کشور دیگه بود هیچ کسی به من این تذکر رو نمیداد. ولی برای خودشون سخت بود که حتما هر چیزی باید سر جای خودش باشه، حتی یک پیچ باید سر جای خودش باشه. و این شاید به خاطر همین است که ژاپن شده. ببین وقتی اینقدر من اصلا نمیخوام الان از ژاپن دفاع بکنم، نمیخوام بحثمونم به جاهای خیلی حالا بگه بیراه بره. به همین خاطر من میخوام این رو بگم که اتفاقا بیایم از این زاویه نگاه کنیم. این قبول دارم، تا اونجای حرف شما رو قبول دارم که این تا این حد حساس نباید میشد که حالا با عصبانیت بیاد بگیم. میتونست اون آقا بیاد و آرامتر به شما توضیح بده، ولی قطعاً اون کاری که سرآشپز داره انجام میده کار درستیه، چون بهش گفته شده که باید این قاشق داخل این ظرف باشه و کاملا تا آخر روز مراقب اونه و به همین خاطره که اونجا نظم داره. یعنی تک تک افراد این نظم رو در زندگی خودشون انجام میدن. ببخشید بین کلام شما اومدم. خب حالا سفر رو از توکیو بریم به جای دیگه. بله حتما خوبه، نظم همه جا خوب هست، تو هر کاری تو هر زمینه نظم خوب هستش، ولی نظم بیشتر از هر نظم ماشینی برای زندگی اونا استرس هستش. شما یه نگاهی به آمار خودکشی در ژاپن بندازین، به خاطر این استرس زیادی که دارن، استرس در کارشون، استرس در این که نظم رعایت بکنن، همه چیز سر جای خودش باشه، زندگی ماشین‌واری دارن، این آمار زیاد هستش متاسفانه در ژاپن. از نظر ما که توریست هستیم وقتی وارد ژاپن میشه این نظم برای ما جذاب بود، ولی واسه کسی که داخل اون قضیه داره زندگی میکنه اون نظم اذیتش میکنه بیش از حد. نظم معتدل، هر چیزی به اعتدالش خودش خوب هستش، ولی اون چیزی که بیش از حد باشه، چه بی‌نظمی چه با نظمی، هر دوتاش آزاردهنده میشه برای اون خودش کسی که داره تو اون محیط داره زندگی میکنه. شما تمام این نظم‌ها رو دیدین، چقدر احترامشون به سنت‌ها رو هم دیدید؟ هرچی از بافت شهری به بافت سنتی میرفتیم این سنت رو بیشتر ما میدیدیم. تو فضای شهری، فضای عمومی شهر خیلی کم آنجید بود که لباسای سنتیشون، کیمونوهاشون کمتر بودش، ولی وقتی وارد معابد که میشدیم چرا اکثرا خانم‌ها کیمونو تنشون میکردن. حتی تو بعضی از معابد ما میدیدیم که سری افراد لباسای سامورایی تنشون میکردن. سامورایی هم به صورت نمادین بودن که لباسا رو پوشیده و خود ژاپنیایی بودن که پوشیده بودن، ولی اون قبیله‌ای که مثلا دیگه خب واقعا سامورایی اصیل باشن نه، تو شهر واقعا نمیدیدیم، حتی تو معابد هم نمیدیدیم. ممکنه جای خیلی خیلی لوکال تره که تو ژاپن وجود داشته باشه، باشن همچین آدمای سامورایی واقعی باشن، ولی ما ندیدیم. ولی میگم تو خود بافت سنتی که میرفتیم لباسای محلی، لباسایی که لوکال خودشون باشن رو میدیدیم ما. و زمان براشون خیلی مهم بود، یعنی تأخیر در زمان براشون خیلی مهم بودش. اینجوری که من شنیده بودم تأخیر ایستگاه‌های متروشون، اتوبوسشون و وسایل حمل و نقل عمومیشون در سال تقریبا 37 ثانیه هستش. ایستگاه مترو که وای میستادیم زمان که تموم میشه به صفر که میرسید قطار واقعا همون لحظه جلوی پاشون وایساده بودش. بله. در مورد قطارهای سریع السیر ژاپن بگیم. قطار شینکانسن. بله شینکانسن. شینکانسن. واقعیت وقتی من این واژه رو میشنوم یاد یکی از کاتاهای رشته کیوکوشین میافتم. من احساس میکنم که
الان که مثلا به شما میگن شینکانسن باید مثلا کاتای 8 شما بزنید یه اونجا اجرا بکنید، انقدر که این واژه چیزه. ولی خب تو خود همین واژه هم اگر نگاه بکنید یک نظم و یک میشه گفت حرکت سریع وجود داره و خب فکر میکنم که خیلی خوب هم انتخاب شده. بفرمایید در مورد این قطار شینکانسن قطار سری هستش که بین شهرهای ژاپن ایستگاهاش برقرار شده. تقریبا اینجا که من خونده بودم سال 1964 اولین شروع به کار این قطار سری از اون زمان بودش و تا الان هر هی پیشرفت کرده و به این تکنولوژی الان رسیدن که حد اکثر سرعتش به نزدیکی 360 کیلومتر در ساعت میرسید به قطار که یه فاصله مثلا بهتون بگم تهران تا شمالی که ما مثلا با قطار 4-5 ساعت حرکت می‌کردیم و این تقریبا تا 1 ساعت میرسید به مقصد بعد. و زمانی که داخل قطار هستیم این سرعت رو احساس می‌کنیم خیلی کم، یعنی حتی مثلا اون میزی که جلوی قطار جلوی میز صندلی اون باز میشه میشیدنی روش میذاشیم لحظه‌اش خیلی کم بوده، حتی موقع ترمز کردنش خیلی حرکتی مال ترمزی احساس نمی‌کردیم. بریم یکم در مورد غذاهای ژاپن صحبت بکنیم. خب غذای ژاپن در حال بخشی از فرهنگ ژاپنه. چقدر با این غذاها شما احساس نزدیکی کرده تونستید اونها رو میل بکنید و چقدر نه ترجیح دادید که مثلا یه رستوران ایرانی پیدا بکنید و غذای ایرانی بخورید؟ راستش خب تجربه خوبی هست. من خودم هر کشوری که میرم دلم میخواد که غذاهای سنتی و لوکال خودش رو امتحان بکنم، حتی اگر خیلی بدمزه باشه، حتی در حد تستی باشه که بتونم این تجربه رو داشته باشم. خب مثلا غذای ژاپن خب معروفه به سوشی هاشون دیگه، سوشی ماهی‌های خام، انواع اقسام غذاهای دریایی به صورت خام اینا سرو میکنن، مصرف میکنن. حتی توی سلفای صبحونه‌شون هم سوشی و ماهی خام بود و خیلی از مردمی که ژاپنیایی که تو اون شهر اومده بودن به عنوان گردشگر از این غذا استفاده می‌کردن. ما اصلا قابل قبول نبود که صبح ناشتا ما عادت داریم که غذای خاص خودمون واسه صبحونه بخوریم، ماهی خام بخوریم و خیلی سخت بود برامون. خب بوی خیلی بدی هم داره، بوی ذوق داره. میگم که اصلا توی ایران شما رستورانایی که ژاپنی هستن و رستورانایی که حالا با فرهنگ‌های دیگه هستن شما تشریف ببرین اون غذا رو با ذائقه ایرانی درست می‌کنن. رستوران چینی، رستوران‌های هندی، رستوران‌های ژاپنی غذایی که شما می‌خورین و حتی میگن رستوران هندی مثلا بریم به اون تندی که شما تو هند غذا می‌خورین واقعا نیست، هستش ولی نگاه تندی. رستوران‌های چینی، رستوران‌های ژاپنی که شما تشریف ببرین یه مقدار به ذائقه ایرانی نزدیک‌تر هستش و راحت‌تر می‌تونید غذا رو شما میل بکنید. ولی تو ژاپن نه. من سوشی تو ایران خورده بودم، خیلی هم غذای خوبی هستش. من خوشم میاد از این غذا، ولی واقعا جز یکی دو تا در حد یه تست کردم و اینکه واقعا بدم بیاد نتونستم دیگه استفاده بکنم. خب بریم راجع به این صحبت بکنیم که شما چند شهر رو توی ژاپن توی این سفر تونستید برید و ببینید. یکمی هم راجع به این شهرها بهمون بگین. بله. ما از ابتدای سفرمون وارد شهر توکیو شدیم. ویو پوینت های جالبی داشت مثل برج مخابراتی ژاپن، برج که به اسم اسکای تری معروف بودش. اونو بازدید کردیم که ارتفاعش حدود 600 متر بود که با طول آنتنش این رو به ارتفاع حساب کرده بودن که یکی از بزرگترین برج‌های مخابراتی دنیا هستش. و جاذبه دیگه که در این شهر بود موزه هنرهای دیجیتال تیم لب بود. تیم لب یه فضای یه موزه هنرهای دیجیتالی هستش که
به صورت کامپیوتری، به صورت دیجیتال فضاهای خیلی جالبی درست کردن. من فکر که اگه یه روزی به توکیو سفر کردم حتما توصیه میکنم که این موضوع رو بازدید بکنم و خیلی خیلی خاص هستش. یعنی ذهن شما رو درگیر میکنه به اون فضایی که درست کردن. خیلی خیلی ویو پوینت جالبی بوده که من هیچ وقت همین تجربه‌ای نداشتم. حتی میگن حتی من خودم که کارم خیلی با کامپیوتر هستش، خیلی برام جذاب بوده این موضوع. و شهر بعدی که ما توی سفر کردیم شهر هاکونه بوده، شهری که معروف به چشمه‌های گوگردی، چشمه‌های آب گرمش که خیلی معروف بود. و حتی اون ماسه هایی که اونجا هستش میرن و کنار اون ماسه ها هم یه مقدار خود هتل‌هاش اکثرا چشمه‌های آب گرم دارن که از همون رودخونه ها، از همون دل کوهی که در اطراف کوه میجوشه استفاده میکنن. و یکی از قوانینی که تو این برای استفاده از این آب گرم بودش این بودش که شما اگر بدنتون تتو داشته باشه اجازه وارد شدن به این چشمه ها نمیدن. خیلی جالب بودش که و یکی از قوانینش هم هستش که یکم سخت بود دیگه، باید کاملا برهنه نمیشدیم وارد این روز جا میشه، بعد جدا قوانینش بود. البته قسمت خانم ها آقایون جدا بودش. ولی این که اولش که وارد میشدین یه نفر بود بدنه بازدید میگه اگه تتو داشته باشین یک عنوان شما حتی یک تتو خیلی کوچیک هم داشته باشین چون اجازه وارد شدن این چشمه رو نمیداد. میگن البته من شنیده بودم، حالا نمیدونم تا چه حد این صحت داره، که چشمه های آب گوگردیشون رو خیلی مقدس میدونن و به همین خاطر کسی که بدن خودش رو حالا تتو زده باشه به قول شما ولی به مقدار اندک میگن که در واقع اون قداست آب رو داره بهش توهین میکنه و از بین میبره. یه غذایی که در اونجا خیلی معروف که یه تخم مرغی رو در خود این آبهای گوگردی میپختن. تخم مرغ سیاه. بله تخم مرغ سیاه. کاملا. و عقیده‌شون این بود که هر کسی این تخم مرغ بخوره 7 سال به عمرش زیاد میشه. شهر بعدی کیوتو بود. شهری که پر از معابد معروف ژاپن مثلا کلا در این شهر وجود داره. خیلی اصلا کلا شهری هستش که در زمان جنگ جهانی دوم مصون مونده از حمله امریکا. چند تا معابد معروف خیلی معروف ژاپن در کیوتو هست. معبد طلایی واسه شو بخواین توکیو خیلی شهر ماشینی و دیجیتالی بودش، ولی کیوتو کاملا برعکسش بود. شهر سنتی بودش که همین افرادی که شما میفرمایید اون لباسای سنتی خودشون و بافت سنتی ژاپن شما تو کیوتو بیشتر احساس میکنید تا برعکس هم گفته میشن دیگه، این توکیو اون کیوتو. بله. و کلا حالا هواشون هم بالعکس هم دیگه هستش. شهرهای اوزاکا و ناگویا و اینها رو هم شهر نارا رو رفتیم و بازدید کردیم که معروف به یه معبد خیلی معروفی داره که به اسم تودایجی. معبد تودایجی که معبد بسیار زیبایی هستش، اکثرش با بیس اصلیش قاب اصلیش با چوب درست شده و گرفت‌های آزادی که اونجا در شهر آزاد هستن شما میتونید بهشون غذا بدین، باشن ازشون عکاسی بکنین. این مقدار گرفت‌ها هنوز اون خوی وحشیگری خودشون دارن. شما مثلا نشستین یا دیدین میان گازتون میگیرن، میان لگد میزنن بهتون و خیلی همچون رام نیستن، یا خیلی نازشون بکنین بهشون نزدیکشین ممکنه شاختون هم بزنن. خوب عکاسی میگه ولی باید یه ذره مراقب باشین که عکس گرفتین ازشون. بله بسیار پس حتما توی رادیو چمدون این عکس‌ها رو هم نشونید. شهر هیروشیما رو بازدید کردیم، از موزه صلحش بازدید کردیم. شهر بسیار غم انگیزی بود، یعنی ما اون روزی که ما هیروشیما رو بازدید کردیم تا آخر روزش ما اون گروهی که رفتیم یه حال عجیبی داشتیم. یعنی هنوز اون حال هوایی غم انگیز اونجا وارد موزه که بشین تا آخر موزه که حرکت بکنین تمام بشه قشنگ نصف کسایی که اما ابتدا که شروع میشه اشک خیلی رو در میاره. بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی
در 6 و 9 اوت 1945 توسط 2 جنگ افزار هسته‌ای ایالات متحده به ترتیب بر فراز شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم رخ داد. این 2 بمباران اتمی بین 150 تا 246 هزار نفر رو که بیشتر اونا غیر نظامی بودن کشت و تا الان تنها موارد استفاده از سلاح هسته‌ای به حساب میاد. تسلیم ژاپن به متفقین در 15 اوت، یعنی 6 روز بعد از بمباران ناکازاکی و جنگ شوروی و ژاپن و تهاجم شوروی به منچوری، از مواردی بود که تو همین روزها رخ داد و دولت ژاپن سند تسلیم ژاپن رو در 2 سپتامبر امضا کرد که پایان جنگ جهانی دوم در آسیا بود. و یه خود برنامه رو از این حالت غم‌انگیزش ببریم به سمت خوبش و بخش خوب به نظر من اوساکا هستش. اوساکا شما کاملا ژاپن رو احساس میکنید توش. چطور؟ زنده بودن شهر رو، اکتیو بودن شهر رو، شاد بودن شهر رو. من اگه یه بار دیگه مثلا فرصت بکنم که به ژاپن سفر بکنم، تقریبا 2/3 وقتم تو شهر اوساکا میخوام بگذرونم. چقدر جالب. شهر زنده، شهر اکتیو، شهر پرشور، نه مثل توکیو خیلی ماشین، نه مثل کیوتو خیلی سنتی. بله. اینی که میگید ژاپن اصل رو میتونید ببینید، خوش میگذشت بهتون، یعنی فضای شهر پر از انرژی بودش. بله. پر از رستوران، کافه های سنتی، پر از رستوران، کافه های مدرن، پر از فروشگاه های دیجیتال مثل فضایی که ما مثل فضای مرکز کامپیوتری که ما توی تهران یا شهرهای مختلف داریم، انواع اقسام لوازم الکترونیکی پیشرفته، آخرین مدل، گوشی‌های موبایل، لپتاپ، کامپیوتر، لوازم خانگی مدرن بگیرین. تا محله دوتون که خیلی 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 معروف بود، بسیار پرشور بودش. من 2 شب اونجا پیاده روی کردم و خیلی خیلی بهم خوش گذشت. یعنی یه موزه آکواریوم خیلی معروف داره که انواع اقسام جانوران دریایی به صورت زنده دارن اونجا نمایش داده میشن. میگم من اگه به کسی هم توصیه بخوام بکنم اوساکا رو. اوساکا واقعا شهر جالبی بود. البته اون موقعی که تا سال همون 97 96 که مقدار و 97 به بعد که من سفرمون شروع کردم، یه مقدار هزینه ارز کردم. خب مقدار مناسب‌تر بودش، اصلا راحت‌تر میشه سفر رو بکنه. من یادم اون سالی 3 تا سفر می‌کردم. سالی 3 تا سفر خارجی می‌رفتم. نمیگم خیلی حساب شده ولی نه خوبم خرج می‌کردم، سفر خوب می‌رفتم. ولی الان واقعا با این شرایط واسه کسایی که الان به سفر هستن خیلی سخت شده. بله. بسیار عالی. آقای نراقی خیلی استفاده کردیم از این که در کنار شما بودیم. قطعاً نه سفر ژاپن، هر سفر دیگه میتونه خاطر انگیز و قشنگ باشه، به شرط اینکه ما بلد باشیم که با گروه همراه باشیم. به خصوص اینکه شما فرمودین تو سفرهای گروهی با گروه که هستید برنامه زمانبندی خاصی داره. شما از این ساعت تا این ساعت باید موزه رو برید، از این ساعت تا این ساعت برید استراحت، غذا میل بکنید، بعد برید مثلا بناهای تاریخی رو ببینید، حتی مثلا اماکن ورزشی رو نگاه بکنید. خب رفتار خاص خودش رو قطعا میطلبه و امیدوارم که هرچی که هستین شاد باشید. همه اونهایی که میخوان برای خودشون برنامه سفر بچینن، چه برنامه سفر گروهی چه برنامه سفر تنهایی، سفر برای اینکه به ما دید بده یا همونطور که میهمان برنامه اشاره کردم برای اینکه روابط انسانیمون بیشتر بشه، خیلی خوبه.
آی نرقی، اگر که الان یه چمدون شما داشته باشید و این رو بخواید رهاورد و سوغات از ژاپن با خودتون بیارید، چی داخل این چمدون میگذارید؟ عکسایی که از سفرم گرفتم. عکسایی که از سفر گرفتین رو داخل چمدونتون میذارید. بسیار عالی. تا شما عکسایی از سفر رو میبینید که آقای نراقی به عنوان رهاورد یا سوغاتی از سفر ژاپن آوردن، من هم جمله پایانی برنامه رو به شما بگم و از حضورتون مرخص بشم، ولی همچنان شما بیننده ما باشید، همراه ما باشید. رادیو چمدون کنار شماست. زندگی سفره و سفر مقصد نیست، مسیره. توی این مسیر به همسفر خوب نیاز داریم. رادیو چمدون اومده تا همسفر خوب لحظه های شما باشه. میتونید ما رو توی یوتیوب یا آپارات ببینید و یا از طریق کست باکس و شنوتو بشنوید. همراه صمیمی ما باشید. رادیو چمدون همراه لحظه های شماست.